دنیای زیبایی ها و عظمت ها و ظرافت ها و چیزها و سوژه های چشم نواز و دل نواز و روح نواز دنیا رو فرا گرفته. این همه زیبایی، رنگ دنیا، رنگ طبیعت، یا آبی نیلگون آسمان دیگه، 2/3 هم که آب، 3/4 هم که آب، بازم نیلگونه. چقدرش جنگل بازم سبزه. این رنگ سبز و این آسمان نیلگون و این آب دریا و اقیانوس‌های آبی متمایل به سبز، اینا همه چشم نوازن. یکی از نامهای الله لطیفه، یعنی کسی که ظرافت کاری بلده. الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. خوب دقت بکنید. الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. با لباس خواب نیایی مسجد، با شلوارک نیایید. آیا وقتی میاد مسجد یه غسل میزنید، یه مسواک جانانه میزنید، لباستو اتو میکنید، بوخوشی به خودت میگیری، عطر آتکلون، کفشاتو واکس میزنید، یا همینطوری شلخته میاد؟ زیباترین و بهترین زینت تو باید برای مسجد بگیرید. این فرهنگ مسجده. چرا مساجد ما بیروح شدن؟ چون جایگاهشون، خانه هامون مجلل، خیلی عالی، لباس هامون خیلی عالی، برای مناسبت ها خیلی عالی. پس این همه زیبایی در دنیا. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا. به کوه و جنگل و صحرا و دریا، توی پیداتر از پیدا خدایا. در رأس همه زیبایی ها این الله زیبا آفرین، زیبا پسنده. پس ظاهر و باطن خودمونو زیبا بسازیم. خداوند 2 صدا رو خیلی دوست داره بشنوه و 2 اعتراف رو خیلی دوست داره که بشنوه. اولین صدایی که دوست داره از بندش خیلی بشنوه، خصوصا تو این وقت شب، صوت و صدای آواز بندش با کلام رب العالمینه، با قرآن. این صدا خیلی دوست داره که آواز بندش بلند بشه به درگاه خودش با تلاوت کلامش، و تا میتونید صداتو زیبا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از ما نیست کسی که با قرآن خوش آوازی و خوش آهنگی نکنه. اینو داشته باشید. اینجا ظهرا بعد از نماز ظهر حلقه خیلی مفید هست، خیلی حلقه مفیدی هست برای زیبا خوندن، علم تجوید. 2 صدای آه و ناله و زاری، این صدای لرزان توأم با سوز، وقتی که از بندش بلند میشه، 2 دستشو بلند کرده به درگاه خدا، تو خلوتی نشسته، فریاد میزنه یا رب یا رب، دستشو میتکنه، با سوز دعا میکنه. این صدا رب العالمین خیلی دوست داره از بندش بشنوه، صدای لرزان توأم با سوز، مثل شمعی که داره میسوزه، تقاضای عفو و بخشش میکنه. از اون طرف تقاضای مقبولیت و توفیق میکنه.
اگر بندی دستشو بلند بکنه 3 بار بگه یا الله، الله میگه من شرمم بیاد که دستشو 0 بر بگردونم، خالی بر بگردونم. و 2 تا اعتراف هم خیلی دوست داره، این که از بندش بشنوه که هرچی من دارم تو زندگی من هست از پدر و مادر خوب، فرزندان خوب، همسر خوب، شاگرد خوب، معلم خوب، دوست خوب، همسایه خوب، هرچی نعمت تو زندگی من هست پروردگارا منشأش تویی. این اعتراف که همه نعمت ها از جانب الله آدمو جهت میده به طرف شکرگزاری. وقتی تو قبول نداری که این چیزا خدا داده، چطوری دست شکر بلند میکنی؟ پس شکر، اعتراف به نعمت آدمو به شکر میرسونه و شکر آدمو به خوشنودی و رضای خدا میرسونه و رضای خدا یعنی سعادت و پیروزی و رستگاری. امشب عزیز از جاسک آمده بود، بعد از افطار با هم نشسته بودیم. یکی از بچه‌های زحمتکش تو شهرستان جاسک تا نیکشهر و بنت و سیستان بلوچستان تو روستاهای صعب العبور همینجور برای فقیر نوازی و مشکلات و رفع مشکلات و میگه 1200 تا سبد کالا توزیع کردیم ما بین فقرا. ولی یه چیزی که خیلی منو تکون داد، میدونید که جاس، خصوصا شرق جاس، یکی از محرومترین نقاط کشوره. میگه رفتیم تو روستای محرومی، سبد کالا رو توزیع کردیم. یه پیرمردی گفت پسرم خیلی ممنون، جزاک الله خیر، سبد کالا آوردید، برنج آوردید، روغن آوردید، آرد آوردید، ولی تو 5 روز 1 ماه تمام میشه. کاش که به جای آرد و شکر و برنج یه ملایی برای ما می‌آوردید که نمازی برای ما میخوند، کلاس قرآن برای بچه هامون میگذاشت. سبحان الله. نان شب نداره، کاش که یه ملایی برای ما می‌آوردید، یه شیخی، یه مولوی. این شکم دیگه را تو هرچی بهش بدید این تشخیص داده چه نعمتی، اون نعمت بزرگه.